و حالی هم همه کسایی بیان در زیر ویدیو ما کامنت بتن که میگفتن تو به خاطر نامکشی آمدی. اینجا ببینین ما به خاطر نامکشی آمدم یا به خاطر افشا ساختن حقایق پشت پرده اینا. اگر در اکانت کیف خلیل دیدیم شایبان بود داخل لایف همراه حق نگه زبان خود ای آدم بشنوین نگه خودتان ببینین. خلیل نه چیگه شوی بس خود ویدیو داره ولی یا تندو ویدیو بگیره بچه هاف پاین بچه بنف شوی نه بچه سپک شوی بس ببینیم شوی چی میکنه اینا یک دقیقه ورس بکنیم یک دقیقه مت کنیم مدوتا خوبش یک من دیگه خیلی پیکای ولی خیلی پیکای نه لالا دیگه پیکای اینجا ببینین دیدیم شاید داخل لایف بند میخوره چون با حق آمده بود وطندار قفاق شاید به خاطر کدن است دیگه اینجا صاحب تیری خودم میره فکر میکنه کس نفهمید ولی غافل از اینکه همه وطندارا فهمیدن دیگه در چت لایف سال کنین همه میگن بند خورد دیگه خودتان ببینین دیگه کار یک روزه و دو روزی از یا نبودن که از اکانتای فیک با حق میامدن وطندارا را میزدن دیگه کاری همیشگیشون بود ولی امشب به همه معلوم شدن چون اکانتشان بند خورد داخل لایف. دیگه چند روز پیشم در اینستا میادم استوری مانده بود که چاکند چاز بدون شک که چاکند چاز جگر ولی یک رای داره که از چا میبرایه اینجا خودت بودی که در چا افتیدی دیگه جگر هستین بچه ها دیگه خودتان دیدین ویدیو را موفق باشین خدا رتان.